بچه ها خب یک مسئله را همراه شما دیده می‌گیریم از قسم وابستگی ماسه و سرعت و دینامیک ریلیتیوی. خب اینک شرطی مسئله یک بار میگم همه ما یادمون میگیریم. سرعت حرکتی پروتون را یابید، یعنی پروتون باید از روی کدام سرعت حرکت کند تا آنکه ماسه آرامشی وی 2 مرتبه زیاد شود. ماسه وی از ماسه خودش در حالت آرامی چند مرتبه؟ 2 مرتبه زیاد شود. خب این چونین کدام انرژی باید پروتون صاحب شود تا آنکه همین سرعت به نائل گردد، همین قدر سرعت چکند نائل گردد. ماسه حالت آرامی پروتون 1.67 ضرب در درجهش مینوس 27 کیلوگرم. اینا ما میدانیم نه؟ اکنون نگاه کنید بچه ها. خب ماسه حالت آرامی پروتون 1.67 ضرب در درجهش چند؟ مینوس 27 کیلوگرم. باید که ما ماسه حرکتی پروتون 2 مرتبه از ماسه آن در حالت آرامی زیاد شود. برای همین خیلی شدن کدام سرعت که باید پروتون حرکت کند، کدام سرعت باید ریاکتور یادرویی به پروتون بخشد و برای همین سرعت به نائل شدن چقدر انرژی در کار، چقدر انرژی دادن ما در کار پروتون بود. بچه ها الان که بودی خیلی اهمیت بدیم حل مسئله بود. نگاه کنید ما میدانیم که ماسه جسم هنگام حرکت از ماسه آن در حالت آرامی فرق میکند. همین فرقیت فرموله n برابری فرموله زیرین که داده شده. اینا همه علکه میدانیم. یک ترکیب v کوادرات تقسیم چی بود؟ 3 کوادرات. درست است؟ گفت است که باید که ماسه پروتون در حالت حرکت چند مرتبه از ماسه آرامی زیاد شود؟ 2m0. جای ماسه به 2m0 میگذاریم. نگاه کنید 2m0 برابر m0 تقسیمی همین فرموله ما 1 مینوس v کوادرات تقسیمی چی؟ 3 کوادرات. نگاه کنید از هر دو طرف m0 های اختصار کنه میپرتاییم. مونده چی مونده؟ دویم یک باره خیلی انا این نوبرو چیزی نامعلومه یوویم برای این هر دو طرف به ضرب میشه. اینجا صورتی کسرانه چند مون بعد اختصار شدن 1 مون. درست است؟ 1 مون. اینجا میابیم ریشه 1 مینوس v کوادرات تقسیم 3 کوادرات برابر 1 تقسیم چند برابر 2 با. درست است؟ انا که خودی سرعت یافتن و ما چیکار کردیم ما در کار هر دو طرفه کواد رد به باشتن ما در کار چون که ریشه آزاد کردیم ما در کار. این طرفش متماتیکه بچه‌ها. خب این طرفش متماتیکه نوشتیم 1 مینوس v کوادرات تقسیم 3 کوادرات برابر 1 چند یکی 4 یکی 1 2 یکی هم کوادرات باشیم کو. درست می؟ انا اکنون اینجا میرویم v کوادرات تقسیم 3 کوادرات برابر 1 مینوس 1 4 یکی 1 مینوس 1 4 یکی تون چند برابر؟ اگر مخرج عمومی 4 باشه دیگه 4 مینوس 1 3 چند یکی 3 4 یکی میشه. اینجا v میاریم v کوادرات برابری 3 صورتی روشنایی کوادرات تقسیم 4. خودی v یابیم اگر خودی سرعت یابیم بچه ها. هر دو طرف باز چیزی میگیریم ریشه ای کوادراتی. ریشه ای کوادراتی گیریم خودی v میبرد. ریشه ای کوادراتی 3 کوادرات تقسیم چند؟ 2 تقسیم 4. ببخشید اینجا تقسیم 4. خب برابر میشه ریشه کوادراتی از 1 2 یکی از 4 تحت ریشه چند میبرد؟ 1 2 میبردم 1 2 یکی. نگاه کنید یک باره بیایید بهترش 3 کوادرات هم از ریشه بذاریم 3 تقسیم 2 ریشه 3 بوده است. پس سرعتی که پروتون باید بیاد چند برابر بوده است؟ صورتی روشنایی تقسیم 2 ضرب ریشه 3. شما میتوانید این کلکولاتور گرفته ایستاده تقریبا حساب کنید. تقریبا حساب کنیم بچه‌ها این خیلی میشه. نگاه کنید. خب ریشه 3 تقسیم 2 9.87 تقریبا چند بوده است؟ 9.87 سرعت روشنایی. سرعت روشنایی 3 ضرب در درجهش 8 میگذاریم جاش 9.87 به ضرب بزنیم همین سرعت نوی پروتون ما میبرآمده است. یعنی پروتون اگر همین سرعت که حرکت کنه ماسه ای وای هنگام حرکت از ماسه اون در حالت آرامی چند مرتبه زیاد میشه؟
دو مراتب زیاد میشه. اکو گوش کنید بچه‌ها، همین تا صورت کلان برای پروتون بخشیدن چقدر انرژی در کار. این قسم دومی مسئله. قسم دومی مسئله ما روزی من اینم شما به صحبت دکره میفهمونم، فقط که با اهمیت نظر گوش کنید. خب نگاه کنید بچه‌ها، ما انرژی میدونیم که انرژی در نظریه نسبیت در دینامیک ریلیتیوی m ضربی 3 کوادرات که میافتیم. درست می؟ وابستگی من انرژی همین m ضربی 3 کوادرات بود. درست است؟ انکو در حالت آرامی همه جسم ها انرژی دارند. انرژی آنها به مس در حالت آرامی ضربی 3 کوادرات برابر. فهمید؟ انکو در حالت حرکت باشد، جای امینال و مسی وی در حالت حرکت میمانیم. فرقی بین همین انرژی های باید که دادن دکار تا اینکه پروتون همقدر صورتی بلند که حرکت کند. فرقی بین انرژی های میابیم یا این انرژی کینتیکی می شود حرکت. خب m 3 کوادرات مینوسی امینال 3 کوادرات. اگر ضرب کننده اومی 3 کوادرات از خاص براریم میماند m مینوسی امینال ضرب چیزه 3 کوادرات برابری m ما چند امینال برابر بود؟ واقعی شرطی مثلا 2 امینال ترکی امینال ضرب چند؟ 3 کوادرات برابری 2 امینال ترک کنیم امینال ضرب 3 کوادرات برابر شد. اینک امینال ما داده شدگی کو بچه ها بنویسیم 1.67 ضرب 10 درجهش مینوسی 27 کیلوگرم ضربی خب صورتی روشنایی 3 ضرب 10 درجهش 8 متر چیزه شد ثانیه برابری 1.67 در رب 3 به ضرب میزنیم 1.67 ضربی 3 5 از 101 ما میتونیم تقریبا 5 گیریم 5 ضربی 10 درجه چند شد اینجا پیروسی 8 اینجا مینوسی 27 مینوسی 27 پیروسی 8 مینوسی چند 19 واحد انرژی ما چیزه جول تمام 5 ضرب 10 درجهش مینوسی 19 جول انرژی بخشیدن در کار به پروتون تا اینکه پروتون صورتش چیکار کند از 0.87 3 به برابر 0.87 3 این صورتی بنیاد بلند بچه ها صورتی که به صورت روشنایی مقایسه شونده اگر قیمتی انیقش میابیم گوییم و برابری 0.87 3 0.87 به چه ضرب میزنیم 3 ضربی در درجهش 8 می برابر نگاه کنید 3 ضربی 0.87 بودن 87 2 از 161 بچه ها ضربی 10 درجهش 8 متر ثانیه اما قدر سرعت که حرکت کردنش دکار درس فهمی همه با خب خیر